دیدی این روزا میری توی اینستاگرام، میری توی یوتیوب، همه دارن در مورد انرژی زنونه حرف میزنن. اینکه یه زن این کارا رو باید بکنه، اون کارا رو نباید بکنه و یه سری اتیکت رفتاری میدن واسه اینکه انرژی زنونه شما بالا بره. در صورتی که نمیدونم تا حالا امتحان کردی یا نه، هر کدومش رو امتحان بکنی توی زندگیت میبینی اون نتیجه‌ای که باید و ازش نمیگیری. چرا؟ چون داری تقلید میکنی. چون انرژی زنونه چیزی نیستش که ما از کس دیگه‌ای بخوایم تقلیدش بکنیم. تو درون خودمون وجود داره، ما فقط باید روشنش بکنیم. نمیدونم شما هم تجربه کردید یا نه، ولی وقتی یه چیزی رو داری تقلید میکنی ناخودآگاه واسه افرادی که دارن تو رو بیرون نگاه میکنن ناملموسه. معلومه که داری ادا در میاری و تقلید میکنی و خب بچه این موضوع باعث میشه که نتیجه عکس بده. به جای اینکه شما به عنوان یه زنی که انرژی زنونه داره شناخته بشی، به عنوان یه دختر بی‌اعتماد به نفس شناخته میشی. به عنوان یه دختری که داره ادا در میاره که کسایی که اطرافشن رو تحت تاثیر قرار بده و این اصلا جذاب نیست. و خوب متاسفانه یا خوشبختانه آدمایی که اطراف ما اینو متوجه میشن. خودتون میدونید که این بحث چقدر گسترده و مهمه. بچه‌ها فقط یه چیزی بهتون بگم، این اولین ویدیوی کانال من در مورد انرژی زنونه است، ولی میخوام بهتون بگم که مهمترینش هم هست. قطعا من ویدیوهای دیگه‌ای در مورد این موضوع میسازم، ولی این ویدیو از همشون مهمتره. چرا؟ چون میخوام انرژی زنونت رو از خلوت خودت با عادتهای کوچولوت روشن کنم. میخوام بهتون عادتهایی رو بگم که ما خانوما توی زندگی روزمره‌مون در طول تاریخ از قدیم تا حالا داشتیم، ولی به خاطر صنعتی شدن زندگی، شکل زندگی مدرن، به خاطر شاغل شدنمون همش ازش فاصله گرفتیم و باعث شده که انرژی زنونه‌ای که داشتیم تومون فروکش کنه. اگه این عادتایی که بهت میگم توی این ویدیو توی روزمرت انجام بدی، انرژی زنونت ناخودآگاه فوران میکنه، باهاش ارتباط میگیری. از اونجایی هم که میدونی من به سبک زندگی خانم‌های قدیمی خیلی علاقه دارم، توی ویدیوهای دیگه هم حتما اینو فهمیدین، میخوام ببرمتون 80 سال پیش، زمانی که توی لایف استایل روزانه هیچ چیزی وجود نداشت که باعث بشه ما خانم‌ها انرژی زنونه‌مون سرکوب بشه. حالا ببریم بررسی کنیم، ببینیم خانم‌های 80 سال پیش چه کارهایی توی عادت‌های روزمره‌شون بوده که به مرور حذف شده و باعث شده که انرژی زنونه ماها انقدر سرکوب بشه نسبت به گذشته‌ها. سلام بچه ها، من تنازم. بچه ها همین اول کار میخوام بهتون بگم که انرژی زنونه چیزیه که با چشم دیده نمیشه. فکر نکن که اگر که قیافت معمولی خیلی خوشگل نیستی، اگر خیلی خوش‌اندام نیستی و مثل سوپر مدل‌ها نیستی، اگر که رفتار خیلی معمولی داری، نمیتونی انرژی زنونه داشته باشی. انرژی زنونه به هیچ کدوم از چیزای بصری ربط نداره و کاملا یه چیزیه که دیده نمیشه، مثل یه انرژی میمونه و فقط حس میشه. این هم گوشه ذهنتون نگه دارین که بچه‌ها هیچ ربطی به مادیات و لباس گرون و ساعت و جواهرات آنچنانی هم نداره. توی این ویدیو میخوام بهتون 10 تا عادت بگم، نه رفتار. بچه‌ها شما باید عادت بکنید که این 10 تا کار رو تو زندگی روزمرت انجام بدی. وقتی انجام بدی خودت میبینی که چقدر انرژی زنونه داشتی و خودت خبر نداشتی. اولین عادت اینه که بچه‌ها عادت کنید از همون لحظه‌ای که به عنوان یه زن از خواب بیدار میشین، صدتون رو توی زندگی واسه خودتون بذارین. به چه معنیه این؟ دیدین بعضی از خانوما وقتی که مثلا میرن لباس میخرن، یه لباس شیک دارن توی کمدشون که فقط جاهای خاص میپوشن، یه عطر خوب دارن واسه جاهای خاصشون. زنای عادی این شکلی زندگی میکنن، یه چیزای خاص دارن که واسه روز مباداشون گذاشتن و میدونن با اون چیزا خیلی خوب میشن. مثلا یه مدل مو خاصه، یه کالای خاصه، یه لباس خاصه، یه جواهرات خاصه، اونو میذارن واسه یه روزی که خیلی پرفکت باشه استفاده بکنن. زنایی که انرژی زنونشون بالاه نمیتونن این کار رو انجام بدن. واقعا نمیتونن. یعنی دوست دارن همون لحظه هر روز که بیدار میشن 100% بهترین حالت خودشون باشن. یعنی اون لباسی که میدونن خیلی بهشون میاد و واسه یه روز دیگه نمیذارن، همون روز میپوشن. اون وسیله میکاپی که دوست دارن همیشه استفاده کنن و استفاده میکنن و خودشون رو دریغ نمیکنن برای یه روز بهتر. زنایی که انرژی زنونه‌شون رو بیدار نگه میدارن، زنایی که به خودشون میرسن با چیزای خیلی کوچولو و خیلی جزئی. مثلا هر روز صبح که از خواب پا میشی، به جز کارهای روتینی که همه خانم‌ها انجام میدن، یه کار خاص دیگه هم برای خودت انجام بده. مثلا یه کرم خوشبو به دستت بزن. این حالا چه فایده‌ای داره اصلا؟ بچه‌ها واقعا از درونتون امتحانش کنید. باعث این میشه که
اعتماد به نفس خیلی بیشتری تو طول اون روز داشته باشی. حالا اگه این مثل یه عادتی بشه که هر روز انجامش میدی، فکر کن دیگه چقدر میتونه توی کل وضعیت زندگی تاثیر بذاره. نمیدونم منظورمو خوب بهتون رسونده باشم یا نه. بچه‌ها بحث این نیست که از چیزای مادی مثل اتروتکلون و کرم و اینا اعتماد به نفس بگیری یا نه، بحث اینه که همیشه تو بهترین حالت خودت باشی، تو حالتی باشی که به خودت افتخار کنی، از خودت خوشت بیاد. بچه‌ها واقعیت رو بخواید نگاه کنید، اینا کالایی هن که میان و میرن توی زندگیمون. با نگه داشتن پول اینا ما هیچ پیشرفتی تو زندگیمون قرار نیست بکنیم. اصلا مبلغ آنچنانی و قابل توجهی نمیشن. هر کی به اندازه وسع خودش میتونه بره سراغشون. ولی اون حسی که توی شما به عنوان یه زن میذارن، اون همیشگیه. اون احساس همیشه باهاتون میمونه. اگر یه مدت اینو تست کنی خودت میبینی که چقدر انرژی زنونت فعال میشه، به خاطر اینکه از اول که خواب بیدار شدی، از یه صبحی که شروع کردی، اولین کاری که کردی اهمیت دادن به خودت بوده. اینا باعث میشه که در طول روز توی زندگی روزمره سخت، مدرن، خشن، پر استرس که قرار میگیری، خودتو یه آدم با اعتماد به نفس میدونی، یه آدمی که صدتو برای خودت گذاشتی میدونی و خیلی چیزا کمتر بهت فشار میاره، باعث میشه فرسوده نشی. حتما امتحانش کن، میارزه. یه چیزی که بچه‌ها تو یادم نرفته اینجا بهتون بگم اینه که بچه‌ها دیدین بعضی از زنای عادی چجوری زندگی میکنن؟ مثلا انگار یه گرد خاصی روی عطر زدن دارن. من همچین آدمایی رو دیدم، نمیدونم شما دیدید یا ندیدین. مثلا خانمه میگه من که الان دارم میرم باشگاه، چرا عطر بزنم؟ من که الان دارم میرم پمپ بنزین، چرا عطر بزنم؟ دارم میرم سوپرمارکت، چرا عطر بزنم؟ مثلا فکر میکنن که این که خوشبو باشیم واسه خودمون مختص اینه که مثلا برای یه مکان خاصیه. نمیدونم متوجه میشین یا نه. شما از اون دسته از خانوما نباشین. سعی کنید هر وقت میخواین از خونه برید بیرون عطر بزنید. تو خونه هم سعی کنید حتی اگه تنهایین برای خودتون هم هستین خوشبوترین و تمیزترین حالت خودتون باشین. بچه‌ها یه نکته مهم دیگه واسه اینکه انرژی زنونتون رو بالا ببرین اینه که لباسای این سبکی تو خونه نپوشین. لباسای گلگلی، لباسای گشاد و اینا. واسه اینکه حس زنونه بودن رو تجربه بکنید، یه لباس تو خونه یه شیک این سبکی‌ها بپوشین. واقعا هزینه یا آنچنانی نداره. حتی شاید این دوتا مدل هم قیمت هم باشن، ولی این حس زنونگی به شما میده و این حس کیوت بودن به شما میده. و این موضوع واقعا این که تو خلوت خودت، تو لباس خواب خودت، تو لباس خونه خودت چه سلیقه‌ای داری، کاملا باعث بیدار شدن یا خاموش شدن انرژی زنونت میشه. حالا تو وقتی این شکلی زندگی میکنی، همیشه بوی خوب میدی، همیشه لباسای قشنگ و شیک و زنونه میپوشی، به جز اینکه خودت احساس میکنی که با زن درونت بیشتر ارتباط گرفتی، به جز این به اطرافیانت، پارتنر تو، دوست پسر تو، شریک زندگی و شوهر تو اینا انرژی بهتری میدی با این استایل و با این بو و با این سطح به خودت رسیدن و این انرژی به زندگی خودت برمیگرده و زندگی خودت بهتر میشه. یه چیزی که اینجا باید بهتون یادآوری بکنم اینه که بچه‌ها اینایی که من دارم بهتون میگم و لطفاً زندگی بکنید. اداشو در نیارین. نرین توی یه قالب دیگه ای که این کارا رو انجام بدید بعد برید برای بقیه تعریف بکنید که من این کارا رو انجام میدم، مثلا توی روزمرم فلان اینا. اصلا این کارو نکنید. تک تک اینا رو واسه خودتون توی لحظه لحظه زندگی بکنید و ازش لذت ببرید. اصلا لازم نیست برای کسی تعریفش بکنید. اینا رو برای جلب توجه دیگران انجام ندید. اینجوری مصنوعی میشه، قشنگ نمیشه، روتون نمیشینه. اگر میخوای انرژی زنونت بیدار شه، راهش اینه که عادت کنی این شکلی زندگی کنی. از طرف دیگه بچه‌ها قبول دارین که ما داریم توی یه دور زمانه‌ای زندگی میکنیم که متاسفانه دائما ازمون میخوان که موفق تر بشیم. دائما داریم تشویق میشیم که کارای بیشتری انجام بدیم تو روز. دقت کردین چقدر به ما فشار میاد واسه عجله کردن؟ چقدر تو روز احساس میکنی که الان اگر عجله بکنی کارات بهتر پیش میره؟ شما هم مثل من هستین که این احساس رو تجربه کرده باشین؟ بچه‌ها میخوام اینجا بهتون بگم که اگر میخواین انرژی زنونتون بالا بره، عجله کردن رو فراموش کنید. عجله کردن به ما خانوما احساس استرس اجتماعی میده. ما هم واسه استرس اجتماعی و تحملش و زیر فشار بودنش اصلاً طراحی نشدیم. هر وقت تو روزمره‌مون داریم عجله‌ای میشیم، دقیقاً همون موقعیه که تمام آجرایی که واسه بالا بردن انرژی زنونمون رو هم چیدیم و داریم میزنیم از اول خرابش میکنیم. پس حواست باشه این خیلی چیز مهمیه. عجله نکن.
اگر یه مادر شاغلی، اگر فقط شاغلی، اگر مدرسه میری، اگر دانشگاه میری، حواست باشه که برای خودت این وسطا تو لحظه زندگی کنی، از اون لحظه لذت ببری. نذار که عجله باعث بشه که از خودت بزنی. برای اینکه یه کارایی رو برسونی، توی یه روز تکمیلشون بکنی، از لحظه هایی که میتونی ازشون لذت ببری نزن به عنوان یه زن. ما خانوما از قدیم این شکلی زندگی کردیم، ما تو ذاتمونه که اینجوری زندگی کنیم. وسط کارت اگر برات ممکنه 1 ربع، اگر برات ممکن نیست 5 دقیقه، اگر میتونی 1 ساعت، برو یه کافه بشین، برو پیاده روی کن، از قهوه روزت لذت ببر، از کتاب خوندن، از آهنگ گوش دادن، از چک کردن شبکه اجتماعیت لذت ببر. هیچ اشکالی نداره، به خودت پاداش بده اینو. بذار که توی یه روز زندگی کنی. فقط این کارهایی که باید بکنی با عجله رو پشت هم تیک نزنی. اصلاً مهم نیست که یه سری از کارها رو توی یه روز انجامش بدی. تو هر شرایطی که قرار میگیری، توی محیط کاری، تو پارکی منتظری بچت بازی کنه، تو مدرسه‌ای، تو هر حالتی که هستی اصلا فرقی نمیکنه. سعی کن یه بهونه واسه لذت بردن پیدا کنی، یا یه آدم جدید رو پیدا میکنی باهاش حرف بزن، باهاش معاشرت کن، حال کن، از زندگیت لذت ببر در کنار اون معاشرت انسانی که داری میکنی. یا اینکه خودتو سرگرم دیدن طبیعت بکن، یا اینکه برو یه قهوه بگیر بخور. نمیدونم، هر کی شاید یه جوری آروم میشه. شاید بعضی از ما خانم‌ها حتی نیاز داریم بشینیم 4 تا خط بنویسیم تو روز که ببینیم مثلا کجای زندگی مونیم. هر جوری که میتونی خودتو از اون وقت دریغ نکن. تو طول روزمره یه وقتی برای خودت بذار. بچه‌ها، من رفته بودم باشگاه یه روز، فکر کنم 2-3 ماه پیش بود، یه روز که خیلی تهران داشت بارون شدید میومد. رفتم، بعد چون باشگاهمون رسپشن اونجایی که میشینه پنجره دوره، برگشت به من گفت داره بیرون بارون میاد با یه حسرت خاصی. بعد من گفتم آره بارون میاد. بعد برگشت گفتش خوش با حالت که الان از زیر بارون اومدی توی باشگاه و اینا. من دوست داشتم برم بارون رو ببینم ولی نتونستم برم ببینم. گفتم چرا؟ گفت کار داشتم این ثبت نامه‌ها با فیشا رو تطبیق میدادم. بعد من همون موقع تشویقش کردم که برو بیرون بابا، بی خیال فلان، درست میکنی، حالا میای میشینی درست میکنی فلان. فکر کنم 5 دقیقه شد واقعا. این خانم اسمش هم ناهید خانم بود. رفت بیرون اومد و واقعا اصلا روحیش تا آخر روزی که من اونجا بودم شبیه هیچ روز دیگهش نبود. یعنی انقدر روش تاثیر گذاشته بود، اصلا یه آدم شاد شده بود. فقط 5 دقیقه رفت بیرون زیر بارون رو دید، حسش کرد، اومد نشست دوباره کارش رو انجام داد. یعنی نه از کارش عقب افتاد، همین که از اون بارونه خیلی لذت برد. چون تهرانم کم بارون میاد، خیلی مهم بود براش انگار که اونو ببینه. یعنی با همین چیز کوچولو شما میتونید یه روزتون رو بسازین و این موضوع کاملا به انرژی زنونه ربط داره. مورد بعدی که زنای قدیمی اصلاً باهاش درگیر نبودن ولی ما خانم‌های مدرن خیلی باهاش درگیریم، فکر کردن زیاد به مسائله. دیدین هممون نشخوار ذهنی داریم. اون ارتباطی که با دوستامون میگیریم، با فک و فامیلمون میگیریم، توی محیط کارمون داریم، توی محیط خرید با سوپرمارکتی و نمیدونم آدمای دیگه پیدا میکنیم، دائما ذهن ما رو مشغول کرده. هیچ کدوممون نمیتونیم اینو انکار کنیم. این دائما فکر کردن به مسائل الکی پلکی که ما داریم بچه‌ها باعث میشه که کل انرژی زنونمون تلف بشه. یعنی به جای اینکه به خودمون، به شخصیت خودمون، به آرامش خودمون اهمیت بدیم، با فکر کردنهای زیاد آرامشمون رو از بین میبریم و از بین رفتن آرامش هم مساوی سقوط انرژی زنونه است. من خودم این شکلی این موضوع رو تو خودم حل کردم. بچه‌ها وقتی میخوام ساعت‌ها بشینم به یه مسئله فکر کنم، همون اولش 5 دقیقه اولش که یه چیزی ذهنمو مشغول میکنه، به این فکر میکنم که اگر الان توی یه مکانی بودم که عاشقشم، کنار یه آدمی که خیلی دوستش دارم و برام مهمه، یا آدمایی که خیلی برام مهمن بودم، بازم حاضر بودم که در مورد این موضوع فکر بکنم یا این موضوع رو به اونا بگم و سرش باهاشون درد و دل بکنم؟ اگر جوابم آره بود، اون مشکله، بهش فکر میکنم و حلش میکنم. ولی 99% مواقع واقعا جوابم نه. من که اینجوریم، شما رو نمیدونم. اگر این دفعه اومدی خیلی نشخوار ذهنی داشته باشی، به یه چیزی فکر بکنی و انرژی تو صرفش بکنی، این سوالو از خودت بپرس. به نظرم اگه جوابت نبود، همون موقع اون موضوع رو فراموش کن، فقط داره انرژی تو ازت میگیره. حالا چجوری از خودت دورش بکنی؟ بچه‌ها این نسبیه و خودتون رو یاد بگیرید. ببین مثلا من وقتی میخوام یه چیزی رو از خودم دور بکنم، میرم دوش میگیرم. دوش گرفتن خیلی برام
خوبه. یه بار سر همین موضوع داشتم با یکی از دوستام حرف میزدم، اون میگفت من باید برم پیاده روی کنم. اینو باید تو خودتون پیدا کنید، چجوری میتونید ذهنتون رو ببرید یه سمت دیگه. اون کار رو انجام بدید، یعنی شروع کنید یه حرکتی انجام بدید که به خودتون اهمیت بدین و اون حرکت انقدر براتون جذاب باشه، مثل پیاده روی، مثل دوش گرفتن، مثل چای خوردن، که باعث بشه که شما دیگه به اون مسئله فکر نکنید. با این کارهایی که تا اینجا بهتون گفتم بچه‌ها میتونین تا حدود خیلی زیادی آرامشتون و ریلکسیتون رو به دست بیارین، چیزایی که باعث میشده شما تحت فشار و استرس قرار بگیرید و شما رو اذیت میکرده و به فکر فرو میبرده، تا اینجا همشون کنترل شدن و با این عادت‌ها میتونید تک تک اینا رو آروم آروم از زندگی حذف کنی. و حتما توی ویدیوهایی که در مورد بالا بودن انرژی زنونه است شنیدید که برای اینکه انرژی زنونه بالایی داشته باشی باید یه زن آروم باشی. حالا برگردیم به حرف اول ویدیو. اگر که تو تلاش بکنی که یه زن آروم باشی بدون اینکه بلد باشی اینایی که بهت گفتم و کنترل بکنی، این تقلید از یه چیزیه و خود واقعی تو نیست. ولی اینایی که بهت گفتم و رعایت بکنی میشی همون زن آرومی که کنترل آرامشت، به دست آوردن آرامشت تو دست خودته. اینا بچه‌ها بهمون یادآوری میکنه که وظیفه ما به عنوان یه انسان، اونم به عنوان یه زن، تیک زدن کارای روزمره نیست، زندگی کردنه، اونم توی لحظه زندگی کردن. بچه‌ها نمیدونم تا حالا توی زندگیتون خانمای موفق رو دیدین، هیچ کدومشون از زندگیشون راضی نیستن، به خاطر اینکه روش موفقیتشون درست نبوده، باعث فرسودگیشون شده. این کارایی که بهتون گفتم اگر انجام بدی به موفقیت میرسی، جلوی موفقیتتو نمیگیره، جلو پیشرفتای مالی زندگی تو، جلو پیشرفتای عاطفی زندگی تو نمیگیره، ولی در عین حال باعث میشه فرسوده نشی. اون چیزی که ما خانمای مدرن رو ناراضی کرده اون فرسودگیه، اون از خودگذشتگیه، اون فراموش کردن ذات واقعی خودمونه. اینه که ما یاد گرفتیم مثل مردا همه چی رو موکول کنیم به آینده. ذات مردا این شکلیه که تو آینده زندگی میکنن و خیلی راضین، دارن برنامه ریزی میکنن برای زندگی خودشون و زن و بچهشون و توی آیندن. ولی ما زنها اصلا ذاتمون این شکلی نیست، ما باید توی لحظه زندگی کنیم تا احساس خوشبختی بکنیم. بچه‌ها حتی اینو علم ثابت کرده که مردا وقتی تحت استرس و رقابت قرار میگیرن سطح مردونگیشون بالاتر میره، احساس بهتری نسبت به خودشون دارن وقتی دارن با 10 نفر رقابت میکنن. ولی ما خانوما چی؟ اگر بدونیم داریم با 10 نفر رقابت میکنیم واقعا استرس شدید میگیریم، عجله میکنیم، مثل یه مرد میشیم، انرژی زنونمون رو فراموش میکنیم. ذات مردونه با این چیزا پیشرفت میکنه، با این چیزا زندگیشو پیش میبره. ولی این جامعه ای که ما داریم توش کار میکنیم این واسه یه زنا طراحی نشده، واسه مردا طراحی شده. پس حواست باشه خودتو درگیر اینجور چیزا نکنی، چون نتیجهش اینه که از انرژی زنونت دور میشی و فرسوده میشی و میشی در نهایت تو بهترین حالت یه زن خیلی موفق، خیلی ثروتمند، یه مادر خیلی خوب که فرسوده است و اصلا احساس خوشبختی نمیکنه. این سبک زندگی هم که بهتون میگم بچه‌ها دقیقاً همون سبک زندگیه که خانم‌های 80 سال پیش زندگیش میکردن و انرژی زنونه خیلی بالایی هم داشتن. عادت بعدی که باید حتما یاد بگیرید بچه‌ها اینه که توی این دنیایی که همه دارن بهتون فشار میارن، همه منتظر یه عکس‌العمل ناگهانیان و عجله دارن که زودتر به یکی بپرن و جوابشو بدن، شما یه ذره آرومتر باشین. وقتی میخوای جواب یکی رو بدی که خلاف نظرت حرف زده، وقتی میخوای با یکی دعوا بکنی یه لحظه صبر کن، به قضیه فکر کن، بعد جوابشو بده. عجله نکن واسه اینکه سریع بخوای جواب بدی. خیلی از ما خانوما اشتباه فکر میکنیم که اگر سریع نپریم به یکی، حالشو جا نیاریم، نشونیمش سر جاش، ما باخت دادیم. در صورتی که اصلا اینطوری نیست بچه‌ها. زندگی واقعا اصلا همچین مسابقه‌ای توش وجود نداره. هر کی نادونتره سریع‌تر عمل میکنه. به نظر من که اینجوریه. خیلی وقتا میبینی خیلی چیزا حق با شما خانوماه، ولی انقدر سریع عکس‌العمل نشون میدی که کاملا ورق به ضررت برمیگرده. پس یه ذره ملایم‌تر باش. نمیگم توی دنیای امروز بذار همه سوار کولت بشن و به همه رو بده و از حق خودت دفاع نکنن، نه، این حرفم مثلا
اصلا معنی اینو نمیده. فقط وقتی میخوای حق خودت دفاع بکنی یه ذره منطقی تر، یه ذره روش فکر کن. بذار حداقل افرادی که دارن میشنون که تو داری چی میگی بدونن که تو پای حرفت هستی و روش فکر کردی. این موضوع هم که مکس کنی، فکر کنی، خیلی انرژی زنونت رو بالا میبره. عادت آخرم اینه که بچه‌ها توی روزمره‌تون سعی کنید که وقتی میخواین برید بخوابیدم بازم یه وقتی واسه خودتون بذارین. میدونم که برای خیلیاتون سخت ممکنه باشه. بعضیا انقدر کار میکنن، ساعت کاریشون زیاده که خستن، زود خوابشون میبره. بعضی از خانوما مادرن، تا بچه‌شون بخوابه دیگه خودشون خستن، نمیفهمن که خوابشون برده. بعضیا درس دارن، تا دیر وقت درس میخونن. به نظر من یکی از چیزایی که خیلی مهمه واسه بالا بردن انرژی زنونتون اینه که حتما موقع خواب حداقل یه ربع برای خودتون وقت بذارید. یه کتابی بخونید، یه شبکه اجتماعی که دوست داری و بری ببینی، یا به خودت برسی، روتین شبتو، پاکسازی پوستتو انجام بدی، پوستتو آبرسانی کنی. به هر حال یه کاری بکن که یه زمانی برای خودت گذاشته باشی. بعدن این کاری که بهت گفتم و انجام بدی، خودت میبینی که چقدر با زن درون خودت ارتباط برقرار کردی با همین کاری کوچیکا. اصلا لازم نیست کار خاصی کرده باشی. اینجوری بدون درگیری میتونی زندگی راحت تری داشته باشی، میتونی به موفقیتات برسی بدون اینکه فرسوده بشی، میتونی پیشرفت بکنی، میتونی خیلی جذاب تر دیده بشی. بچه امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. اگر یه دوستی داری که میدونی نیاز داره به این ویدیو حتما باهاش شیر کن و اینکه عضو چنل تلگرامم هم بشین. اگر سوالی داشتین بیاین اونجا ازم بپرسین. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.